مقام که رسید ظالم میشه. امی هر کسی را دیدیم که می دم یک چوکی که می رسیده ظلم خود به کشور کرده، به وطن ظلم خود کرده. اما خوب کلان نفری بوده که شب و روز از تقوا گپ میزده، امی که دم چوکی شاندندش دیگه چنان بی اختیار است، دم داخل اتاقش که داخل میشی فکر میکنی فرعون است. خلاص معاذ الله فرعون جور کرده خدا. اگرم پوستش هم کدام پوست بالایی نیست، 3 روز بعد میپره میره خلاص. اما ظلمش ستمش در این وطن است. یک مسلمان در ادارهش داخل میشه چنان رفتار میکنه که فکر کنی که برده باشه یا غلام باشه. امی کجایش مسلمانی است؟ در حالی که همکاریش بکنن، راهنماییش بکنن، این است مسلمانی. قوم پرستی را رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا رد کردگی است. گفته هر کسی که قوم پرستی میکنه، به قوم پرستی دعوت میده، به قوم پرستی کشته میشه، این در حقیقت از امت من نمیباشه. و هر کسی که نژاد پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی میکنه، نشنالیسم است، با آیات قرآن کریم در تکر است. الله متعال به صراحت در سوره حجرات آیه 13 فرموده که بهترین شما کسی است که تقوا داشته باشه. اما انسان‌های قوم پرست و زبان پرست میگن نه، قوم ما خوب است، همین پشتون خیلی خوب است، تاجک خیلی خوب است، هزاره خیلی خوب است، قدم بلند است خیلی ما خوب هستم، این قد پخشک بد است، این سیاه خراب است، سفید خوب است. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ عرب بالای هیچ عجم و هیچ عجم بالای هیچ عرب، هیچ سیاه پوستی بالای هیچ سفید پوستی برتری نداره مگر به تقوا، مگر به پرهیزگاری. ما چی کردیم؟ ما در کدام چیز رسیدیم؟ به خاطر که از دین فهم نداریم. فهم دین خیلی مهم ضروری است دوستان عزیز. حتی ببینید شما امی مسلمانایی که در کشورهای خارجی مسلمان میشن، هر آیت قرآن میخونن اشک میریزن. به خاطر چی؟ به خاطر که تدبر میکنن، میاندیشن با آیات قرآن کریم. ما فقط اینمی میراثی که بابا و بیبی ما بر ما گفته که بخوان بچیم لا اله الا الله محمد رسول الله، برو مسلمان شدی، این مسلمان شدی، شراب هم بخور، زنا هم بکو، قمار هم بزن، دزدی هم بکو، به خاطر یک تلفن نفر هم بکش، به خاطر یک تفنگچه پاکستانی نفر هم بکش، موترش بگی به خاطر 2 لک روپیه خونش بریزان. چیست مسلمان است؟ چرا دیگه جای نمیکنه؟ چرا دیگه مسلمانان نمیکنه؟ این مسلمان از دین خبر نداره که کارا را میکنه. این مسلمانی که دزدی میکنه به خاطر یک تلفن نفر سرش میبره، به خاطر از اینکه موترک و مسکین و مسلمان از زیر پاش بگیره جانش میگیره. این در حقیقت اسلام خبر نداره. این کسی است که پلانهای یهود و نصارا را در کشور ما تطبیق میکنه. امروز از چی گله بکنیم دوستان عزیز؟ یعنی هر لحظه که میشنوی این وطن تکه تکه شده، تباه شده. از دست کیست؟ از دست خود ما. درباره قرآن کریم که فرض عین است، دستورالعمل زندگی ماست، ما از این فهم نداریم، ما از این عمل نمی کنیم، دستورالعمل زندگی خود قرار نمیتیم، قانون زندگی خود